به نام خدا و سلام خدمت دانشجویان گرامی. محمد حسنی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و مدیر مؤسسه آموزشی بهینیا. تو این فیلم به حل سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بخش تحقیق حملات در سال 1397 می‌پردازم. امیدوارم که برای شما مفید باشه و در حین سالا سعی می‌کنم که مروری روی مباحث آموزشی در تحقیق عملیات داشته باشم که مورد نیاز حل سوالات کنکور. بسیار عالی، بپردازیم به حل سوال. از سوال شماره 31 شروع می‌کنیم. در یک مسئله تخصیص متوازن مقادیر حداقل هر سطح و هر ستون ماتریس هزینه‌های آب به صورت زیر مشخص شده است. در این صورت مقدار بین تابع هدف در کدام یک از گزینه‌ها همواره صدق می‌کنه، یعنی در واقع بتا 1 بتا 2 تا بتا n و آلفا 1 آلفا 2 تا آلفا n اینها حداقل‌های این سطح هستند. برای نمونه C11 C12 و C1n مینیممش میشه آلفا 1 یا C11 C21 و Cn1 مینیممش میشه بتا 1 و به همین صورت. خب به چه صورت حل می‌کنیم؟ می‌دونیم که در بهترین حالت Z، یعنی که ما تخصیص ستونی به صورت سطری داشته باشیم، مقدار تابع هدف Z مساوی است با مجموع آلفا 1 تا آلفا n حداقل، یعنی حتما تابع هدف از این بیشتر، در بهترین حالت برابر و در سایر مقادیر بزرگتر است. برای ستون ها ما به همین صورت میتونیم انجام بدیم. مقدار تابع هدف در بهترین حالت برابر با مجموع بتا 1 تا بتا n هست، یعنی Z استار ما یا در بهترین حالت برابر یا بزرگتر مساوی. برای که هر دو عبارت برقرار باشه Z ما باید بزرگتر از مجموع آلفا آ و مجموع بتا آ باشه. من یه مثال میذارم خدمتون. اگر Z بزرگتر از 1 و Z بزرگتر از 2 باشه، Z همیشه بزرگتر از چیست؟ Z بزرگتر از ماکسیموم 1 و 2. اینجا هم به همین صورت ما ماکسیموم سامیشن آلفا آی از 1 تا n و بتا آی از 1 تا n. لذا گزینه صحیح گزینه 4 خواهد بود. در مورد دوگان یا همزاد مسئله روبرو کدام گزینه درست است؟ یه مدل مینیمم سازی داریم با 4 متغیر، 2 تا محدودیت بزرگتر مساوی و سایر متغیرها هم نامنفی هستند. میایم اول از همه مدل همزادش رو رسم می‌کنیم. در ابتدا مسئله به صورت استاندارد در میاریم. مسئله استاندارد برنامه‌ریزی خطی تمام در واقع تابع هدف به صورت ماکسیموم، محدودیت ها به صورت کوچکتر مساوی و متغیرها نامنفی. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، شما کافیه دو طرف رو ضرب منهای 1 بکنید، جهت برمیگرده و به صورت استاندارد در میاد. y1 رو میگیریم متغیر همزاد محدودیت اول و y2 رو میگیریم متغیر همزاد محدودیت دوم. مدل همزاد رو می‌نویسیم خیلی ساده: 1 y1 منهای 3 y2 بزرگتر مساوی منهای 1. چرا بزرگتر مساوی؟ چون متغیر x1 نامنفیه. به همین صورت برای محدودیت مربوط به x2، محدودیت مربوط به x3 و محدودیت مربوط به x4 محدودیت رو می نویسیم و تابع هدف هم منهای 5 y1 منهای 9 y2 خواهد بود. این میشه مدل همزاد. حالا میریم مدل همزاد رو رسم کنیم. 4 تا محدودیت داریم. اگه به صورت ترسیمی رسم کنیم مشاهده میکنید که فضای امکان پذیری این مسئله به علت محدودیت 4 امکان توهی است. لذا جواب ندارد مسئله همزاد و گزینه صحیح گزینه 4 خواهد بود. سوال بعد مسئله بین‌سازی تک متغیره مینیمم fx بین 0 و 4 برای تابع f که به صورت یک تابع چند ضابطی به شکل زیر خطی نمودیم. یعنی این تابع چند ضابطی رو به صورت خطی نمودیم. اگر این رابطه درست باشه کدام یک از گزینه‌های زیر میتونن صحیح باشه؟ خب اگر ما تابع رو رسم بکنیم به صورت این چند خطی هست که نقاط A، B، C و D. شما با مفهوم ترکیب خطی اگر آشنا باشید بچه‌ها، شما هر نقطه از این فضای خطی رو میتونید در ترکیب خطی این 4 خط بنویسید. یعنی لامدا 1 نقطه O علاوه لامدا 2 نقطه B
لامدا 3 نقطه C و لامدا 4 نقطه D. X یعنی محور افقی و y محور قائم بود. شما میتونید بر اساس لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 و لامدا 4 بنویسید. اینجا مثلا x میشه لامدا 2 به علاوه 2 لامدا 3 به علاوه 4 لامدا 4 و y میشه 2 لامدا 1 2 لامدا 3 4 لامدا 4. پس b به علاوه c برابر با 6 میشود. اگر شما دقت بکنیم b به علاوه c ضرایب لامدا 3 و لامدا 4 برابر با 6 خواهد بود. چرا؟ چون ما تا به هدفمون مقدار y هست که مقدار y همون fx ما خواهد بود. پس b به علاوه c مساوی با 6. همینجوری بچه‌ها گزینه ادا کنید، گزینه صحیح گزینه 2 خواهد بود. ولی من میخوام بیام این بخش بعدیش هم برای شما بررسی کنم. میتونیم به راحتی نشون بدیم که اگر لامدا 1 کوچکتر از z1 لامدا 2 کوچکتر از z1 به علاوه z2 و لامدا 3 کوچکتر از z2 به علاوه z3 و لامدا 4 کوچکتر از z3 باشه، رابطه ما میتونیم به صورت خطی سازی این رابطه چند ضابطی رو پیاده سازی کنیم. برای نمونه اگر z1 مساوی با 1 باشه و z2 و z3 مساوی با 0 باشن، اینجا به این نتیجه میرسیم که لامدا 1 ما حد اکثر مقداری که میتونه بگیره 1. از این طرف میدونیم لامدا 2 هم حد اکثر مقداری که میتونه بگیره 1 خواهد بود. اگر لامدا 1 مقدار 1 بگیره بچه‌ها نقطه A رو به ما میده و اگر لامدا 2 1 بگیره نقطه و B میگیره. حالا اگه بینابین اینا باشه، یعنی اگه z1 کوچکتر اکید از 1 باشه، اون موقع z2 با توجه به اینکه مجموع z ها باید برابر با 1 باشه، z2 کوچکتر از 1 باشه، در این صورت ما تمامی نقاط روی این خط رو خواهیم داشت. حتی به این نقاط اینجا هم ما میتونیم تا یه حدی با ترکیب خطی نقاط داشته باشیم. اگر z1 مساوی با 0 باشه، z2 مساوی با 1 باشه، نقطه‌ای که ما خواهیم داشت لامدا 2 و لامدا 3، یعنی نقاط بین b و c. حالا اگر لامدا 2 ما 1 بود نقطه b رو به ما میده و اگر لامدا 3 ما 1 بود نقطه c رو به ما میده. و اگر z2 کوچکتر 1 و z3 کوچکتر از 1 باشه، اون موقع لامدا 2 لامدا 3 و لامدا 4 معادل کمتر از 1 خواهند بود، ولی البته مجموعشون باید برابر با 0 باشه و تمامی نقاط B, C, D این نقاط بینی رو بر ما پوشش میدن. پس گزینه صحیح بچه‌ها با توجه به صورت سوالی که اینجا داده شده به ما گفته b به علاوه c برابر با چیست؟ b به علاوه c برابر با z2 به علاوه 2 z3 خواهد. پس گزینه صحیح گزینه 2 خواهد. مسئله برنامه‌ریزی خطی زیر رو در نظر بگیرید. در صورت وجود مقدار بهینه مسئله کدام است؟ میایم به جای مقادیر مختلف آلفا بچه‌ها مسئله رو حل می‌کنیم و بعد با جواب‌ها مقایسه می‌کنیم. اگر آلفا کوچکتر اکید از 1 باشه، کاملا مشخصه که مسئله جواب نداره، چون فضای امکان پذیر تهی خواهد بود، چون متغیرها هم نامنفی هستند. اگر آلفا 1 باشه، دقیقاً ما یک نقطه داریم، نقطه 0 و 1 جواب ما خواهد بود و مقدار تا به هدف برابر با 2 میشه و در تمام گزینه‌ها صدق می‌کنه. یعنی تمام 4 گزینه اگه آلفا رو 1 بذاریم مقدار 2 به شما میده. اگر آلفا رو 2 بذاریم، مسئله رو به صورت ترسیمی حل کنیم، در واقع این دو تا نقطه جواب ما خواهند بود که x1 شما از برخورد دو تا محدودیت اگه مسئله رو حل بکنید، مقدار تا به هدف در نقطه 1 میشه 4 و در نقطه دوم میشه 4. یعنی مسئله جواب بهینه چندگانه که دارد که اگر شما آلفا رو بذارید 2 و در گزینه ها چک کنید، ببینید که گزینه 3 و 4 حذف میشه. پس ما الان بین گزینه 1 و 2 باید انتخاب کنیم. آلفا رو یه مقدار دیگه میدیم مقدار 3. اگر به صورت ترسیمی دوباره حل کنیم، اینجا ما دیگه به جای جواب بین چندگانه جواب یگانه داریم و مقدار جواب اون هم هست x1 مساوی با 2 x2 مساوی با 1 به مقدار تا به هدف برابر با 7. و اگر آلفا رو مساوی با 3 بده و در گزینه‌ها چک کنیم، این گزینه صحیح گزینه 2 خواهد بود.